بچه‌ها خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال گیم پولو. امروز اومدیم گیم فالایت 84 رو پلی بدیم، ببینیم آیا میتونیم بازی رو وین کنیم. یه گیم نسبتا جدید و کپی از اپکسه که جدیدن رو پی سی اومده. میتونید از استیم دانلود کنید. حجمش حدود 13-14 گیگه. آش خودتو معرفی کن. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل گیم پولو. من اصلا ایشون از فامیانه و بله امروز اومدیم بازی فالایت 84. آی انار انار بیا به بالینم. اوکی بچه‌ها، بعد تقریبا 2-3 دقیقه ویدیو بازی استارت خورد. من این مرده رو برمیدارم. آقا من این زن جونده رو برمیدارم. جونده؟ آره جون. بابا این جونده نیست ولی خب این جونده است. خدا جون میده. این جونده است، نگاه کن بغل من. حالا اینم جون میده. حاجی من یه مردم و 2 تا زن جونده. ای خدا. آقا ببینیم میتونیم بازی رو وین کنیم. بچه‌ها لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم مطلع بشین و کامنت انگلیسی بزنید صاباتون نپره. خلاصه حمایت کنید. بده به من چیزو، من فرودتون بیارم، لندتون کنم. بابا خودتی. خودم آره. بریم اینجا. بریم میتونیم دست اول وین کنیم. وین کنیم دیگه خیلی. آره دیگه خیلی. جنگی. آره نوبیم دیگه، ما 100% میبینیم. کی گفته؟ خب حاجی کپی از اپکسه، مخصوصا فرود اومده. چطوری نادر کوچیکه؟ ای وای 3 نفر اینجا دارش یا ابوالفضل. آرش گان نیست یا خدا. گان من یه شاتگان دارم. ای بابا بریم راش من شاتگان دارم. آره بریم صبر کن باز با هم میریم. ماردی به جون میدم. بریم بهشون جون بدیم سامیان. بیا بریم جون بهشون بدیم. ودمون میکنن. آره. آرش پایینم، بیا بریم. پایین رفتی؟ بابا داداش دنبال من بیا دیگه، مگه من نمیبینی تو نقشه؟ آره نمیدونم کجا، یادم رفت. مپ بازی هم که چرت اصلا. پشتت. اوکی اینجا بودن، آخرین بار اینجا دیدمشون. اینجا علی خوردن لوتا اینجا رو. جونده وارد میشود. آرش جونده ها یا اول سامورایی جونده وارد میشود. عجب. حاجی اپکس لجند 3 شخص، نه اول شخص. این چیه؟ پرواز کجا رفتی؟ من هیچی، همینجوری دارم میچرخم. به این بالا کسی هست؟ نمیدونم. لوت کن من بالایی چک کنم. همه لوتا رو بخور تا آرش کشوهای عقاب آرش فعال میشود. آره سامان این قدرت این جونده فعال شد. بکنم بهتر جون میده. میگم این چرا اسمشو گذاشتی جونده؟ به کیا جون میده بیشتر؟ جون میده دیگه. به کیا جون میده؟ جون میده بابا جون میخوام به جون بدم. نه ممنونم. میگم احیانا چیز دیگه ای نمیده. بابا به خدا جون میده. فقط جون. آره اوکی. آدم باش. یه سوال به چی میگی فکر میکنی سامیان؟ اتفاقای بدجور. من؟ هیچ نمیخوره. آقا دیگه اگه زمانش نشه تا دست جون نمیدم. خدا بریم. بیا 2 تا جونه. ببین دختر خوب یار عزیزم نرو پیش این جون میخواد. من جون میخوام.
ای فرار کن جون میخواد. ولش کن گناه داره حاجی، انقدر جون داده اصلا دیگه ناه را رفته. ای انمی البته باته. بابا چرا که خدافظ. خب به اصلا به من خود میکنم. خودش بر میداره دیگه، نیازی برداشتن نیست. آره منم دوزی کنم مثل در نظر. تو داشتی میخوردی اونا رو یا من داشتم ازم میبردم؟ من داشتم میخوردم. خدا لعنتت. کو یارو چیزه پرتت میکنه بالا، ردش کردیم؟ آها جونه اونجاست. ببین دختر جون بهت پیشنهاد کنم پیش اون مردی که جون خواه نری. من یا خدا بابا دختر من فرار کن. من جون میخوام. خب خلاصه به اون نرسید عزیزم، بیا فرار کنیم. ببین اینجا نمون، بر منه بابا، بیا لوکاش بر منه. برا منه، اصلا کی گفته برا شماست؟ بیا اینجا بینم. من جونشو میخوام. منم جونتونو میخوام. نه من جون تو رو میخوام مریسا بیا. بده به من. انمی اونجاست داره میزنه. برو برو دختری که جوده. برو ما فعلا لوت میکنیم. تو اوپنش کردی؟ ایول. اونی که اوپنش میکنه وقت لوت کردنشو نداره. ایول کجا اینا؟ کیلوزی نخورد دیگه. کیلوزی کیلوزی چی آجی؟ آجی نه با تو نیستم. مثلا نمیدونم کیلوزی یعنی چی؟ اصلا کیلوزی چی؟ فقط باید آدم مثل آدم کیل بگیره، اصلا کیل آرش نباید زد. بزن کیل خوری کن. آجی من فکر کنم همش داره به اون بات میفته. چرا اینقدر ایزی شده بازی؟ دست قلب ما جر خوردیم. دامیار جون نمیخوای؟ اگه داری بده. بیا پشت تو بیار. بیا جون. نه پشت تو بیاری سنی. بابا جونه به خدا. آها این جونه. اینا آهنگ میخوردن. آها پس باید برم پشت این. صبر کن. بیشور بابا یه جا وایسونش. بریم لوت کنیم حاجی، بریم. بیا بله خدا جون ده یا بیا. من یکم دمیجم، صبر کن. مرد دامیار جون داشت. بر بله دیوار راست چجوری میره بالا؟ نمیدونم، با جتی که پشتشه دیگه. نگاه کن. عجیبه. داداش به پشت چسبیدن که خب الان اشتکاک اینجا موزه. حتما موزه. داداش اصلا اینجا جاذبه هم موزه. از ارتفاع 20 متری میفتی فقط آخ نمیگه. این دیگه آره فقط جون. باش داریم میریم سمت زون. داداش بیا. بله نکن این تربیت چی شد؟ چی داشت میزن؟ چه یارو؟ بابا یار بیشورمون داشت میزن. داشت لوت میخورد؟ نه داشت کیلو میخورد منحرف نبود. آها کیلو داشت میخورد. آش الان من ای وای نه زدم اوکی. بابا این جونده خیلی دارم سرش صدا میکنه سامیان. بهش بگو کم جون بده دیگه. کجایی آرش؟ دارم این که اسکیله که من دارم جون میده صداش نازکتر از این یکیه. حالا من یا او؟ تو جونده خوبی هستی. اسکیلم البته. آره آرش بیا اینجا با این بیا بریم بیا. بالایه باشد. نگاه کن چی دارم. نگاه کن
یا خدا تو چراش دایناسور شدی؟ منم سوارت شدم. بریم بازی سمه، بریم. یا علی کجا بریم؟ پرنده آبدونه. بیا برگردیم اینجا دیگه. بیا. چرا انقدر رو به پایین میره؟ برو اونجا. برو بالا. خدا. بیا سواری بیا دنبالم. ماشین پیدا کردی؟ آره آرش من نگاه کن از چه ارتفاع. آرش من نگاه کن. پشتتم. اوه سلام خداحافظ. پرنده I'm داینو. من دایناسورم. حاجی وقتی سوار این دایناسور میشه یاد شبکه کودک. سامی آخه نمیشه سوار دایناسور شد. تو جون میخوای راستی یا جون؟ بابا کمی جونه تو به رخ من بکش. من اصلا خورد میشه همش جون. من جون نمیخوام. آرش من نگاه کن. کجایی آرش؟ اوه من جون میخوام. بیا جون. بابا این چیه؟ فرار. یا خدا یه جون ده. اینم یه جون خواه افتاده دنبالم. حالا بیا جرأت داری جون بگی. اومدم. بریم. انا لله و انا الیه راجعون. در بیا. جون تو پاره کردم تو ماشین. بله. بریم اونجا. من شاتگان دستم. این SMG رو بده. بیا اینجا. نوبه داگ. بیا. من SMG دستم. ای ولی حاجی ماشین جدیدن تو بازی خیلی کم شده. بچه بازی کراس پلیه. هم میشه با گوشی پلی داد، هم میشه با ویندوز، یعنی همون کامپیوتر و لپتاپ پلی داد. خلاصه اینش خیلی خوبه. یعنی من الان دارم رو PC پلی میدم الان. یعنی خودتونم باید دیگه دیده باشین دیگه، چون دکمه ها برام Q و Z و E و ایناه. خب حاجی انمی دست بزنی به اون. اگه بزنی من بزنمش به جون میدم. چقدر میلولی تو بابا؟ بشین دیگه بخواب. بابا سامیار گفتم اگه بزنی من بزنمش به جون میدم. جونت زیاد خوب نیست. برو یکم گنده ترش کن بعد بیا بده. بابا چرا منحرفی تو؟ آها اون جونو میگی؟ حواسم نباشم. بیا سوار شو. باش. بریم. کارو بدی نکنی یا؟ نه یکم تکون داره میخوره این دایناسور. ایشونا برن. بریم. چه غلطا. ایم سامیا رو میبینید که چقدر شوخمیه. اوکی بابا زدم. بده من بزنم دیگه. بابا اصلا کیل من حساب نشد فکر کنم. بریم. نه کیل تو بود. یکم جون بزنم. دراپ حاجی دراپ رو لوت کردن. ای وای یارمون. بیا من جون دارم. بیا بریم بیا. بابا این چیه هر دفعه میزنیش؟ دایناسور. آرش انمی اونجا بوده. اونجا بیا دایناسور. اونجا انمیه. بیا. آره همینجاست. من دیگه من کیل ندارم به خدا. گوه خوردم ناموسن گوه خوردم. بزن داداش من کایت ندارم. جلوتو گرفتم. بزن. کی خواهی نکن یار بیشور. کمان آره جیغ نزن گوشم تحت فشاره. بابا من همشونو زدم. اینا که سرن کیان بابا؟ من دارم دیگه مثل دایناسورم شدم. من کشتن. من همه رو زدم. من آی باش غلط کردم. کجا
وای یه لحظه داشتم میمردم ها. من از این دودزا زدم جون بزن دیگه بابا، جون بزن. خیلی زیاده سامیان، خیلی زیاده. بابا من 3 تاشونو ناک کردم از رو بالا. اون یکی آخریه داشت منو میزد، بد داشت میزد. بیا بریم بابا، نوب بودن، من همشونو زدم، 3 تا ناک کردم. نه یارمون همه رو زد. نه، بابا من همه رو زدم. دیگه. بیا این بالا چه جای خوبیه آرش، راحت میتونید رنده کنی، میدونی؟ آره من قشنگ از این بالا، سامیان، حالا تو ویدیو میبینی، من قشنگ از این بالا 3-4 تا انمی رو ناک کردم. ایزی بابا، ایزی ناک کردم. آرش دارم میزنم، آرش به من جون بده، من جون میخوام، تو به من جون بده. الان میام پشتت بهم جون بدی. آه جون بده، جون یکم جون بده. بذار تو تاریکی بهم جون بده. نه دیگه زیادی تاریکش کردی. اوکی بچه ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. فعلا پیس.